های باربی. این لجه آدم رو در میاره. حالا با این تفاصیل ما کی بچه دار میشیم؟ سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ سلام دوستای خوبم، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال ملی کیچن. بچه ها امروز یه ویدیو متفاوت داریم که مطمئنم لذتشو میبرید. امروز قراره که با هم از همدیگه سوالات زن و شوهری بپرسیم، سوالات چالشی البته. ما توی این ویدیو چند تا سوال خصوصی زن و شوهری رو مطرح کردیم که قراره از همدیگه بپرسیم. پس قبل از اینکه بریم سراغ اولین سوال، یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جذاب بعدی ما رو از دست ندین. زنگوله رو هم بزنید و بذارید روی آل. خیلی ممنونم. بریم برای سوال اول. کی اول میاداشتی؟ من واقعا عزیزم. اول مسعود میاد همیشه. نه اینطور نیست. چرا؟ چند مثلا اینطوریه که میگذره یکم، خب بعد خودش کم کم میاد. نه اینطور نیست بچه‌ها، بستگی داره کی قهر کرده باشه، یعنی کی باعث اون دعوا شده باشه. خب واقعا اینجوریه. اگه مثلا من باعث قهر و دعوا شده باشم، من میرم به سمت شما. پس همیشه همطوری. من باعث دعوا شدم این آره. همیشه. همیشه الان تو گفتی من میام به سمت تو. نه من اون اول گفتم همینجوری گفتم. آها شوخی کردی آره. برام. اینجوری نیست واقعا. ما زندگیمون یه جوریه که تعامل داریم با هم دیگه و هر دومون برای آشتی پیش قدم میشیم. مثلا دفعه آخری که قهر کردیم که فکر کنم چند ساعت پیش باشه، ملیکا اومد سمت من و من اولش یه مقداری ناز کردم، مقداری قبول نکردم. ساکت شو، میریم سراغ سوال دوم. داره چرت و پرت میگه ولی بعدش پذیرفتم. ساکت شو. سوال دوم ولی بعدش پذیرفتم. بگو ببینم چه آهنگی هست. بگم بفرمایید. من همینجوری که من دارم میگم تو اینو بذارش پلشه. بله بله. قسمت تو همین بوده که بر سرت گذشته، نکن گلایه از فلک. کار سرنوشت. واقعا بختم سوخت. یعنی هر دفعه این آهنگو میشه من یاد تو میفتم. منم با آهنگ نون و دلقک یاد شما میفتم خیلی که نه تلاش میکنی برای زندگی. ساکت شد. اولین باری که رفتیم در واقع برای بله برون، آهنگ حلقه طلایی استاد معین رو گذاشتم و لذت بردم. دیگه الان شما با اون آهنگ حلقه طلایی به ذهن من میایی. حالا چجوری از ذهن من میری نمیدونم با چه آهنگی. شغل رویایی من مربوط به هنره. کلا من همه مشاغل هنری رو دوست دارم. همیشه خوانندگی رو دوست داشتم از بدو تولد تا الان. گویندگی رو دوست داشتم، کارهای فتوشاپ و ادیت و تدوین و اینا رو دوست داشتم و هر وقت که با این کار رو کار میکنم واقعا لذت میبرم، حالم خوب میشه. نمیدونم شما چجوریه. کلا خیلی علاقه داره به این کار، یعنی اصلا مثلا میشینه پای تدوین اصلا خسته نمیشه. پای هر کاری حالم اصلا بد میشه. پای هر کار هنری واقعا، پای هر کار هنری اینجوریم. ولی شغل رویایی من احساس میکنم همه اونایی که تجربی بودن دوست داشتن که دکتر شن. منم تجربی بودم ولی هیچ وقت دوست خب تو شاید الکی رفتی تجربی. نه شما مگه واقعی رفتی؟ خیلی دوست دارم که یه برند لباس داشته باشم. واقعا خیلی اینو دوست دارم. کلا کارهای هنری لذت بخشه. مثلا یه برند لباس داشته باشم که از طراحیش تا اجراش با خودم باشه. پس شما یه شغل واحدت این بود، درسته؟ دوست داشتی که طراح لباس بودی. بنده دوست داشتم خواننده بودم. ولی الان معلم. آفرین باریکم. معلمی هم خوبه. آرزوست. من خب از این رفتار متنفرم، خب که بعضی وقتا جو میگیرش ادای این آدمایی که خیلی چه میدونم بی نقصن، اصلا پیامبر از این اداها در میاره، حال آدمو بد میکنه واقعا. مثلا بهش میگه ساکت باش، مثلا بهش میگه که چرا این کارو کردی. ما کاری نداریم که بقیه چیکار میکنن، ما خودمون مسئول کارهای خودمونیم. اصلا این لجه آدمو در میاره. آدم دوست داره سرشو بکوبونه تو دیوار. من اداشو در نمیارم، من خود پیامبرم. خفه شو بابا. این میزان از انسانیت، شرف و اخلاق در کیست؟ در هیچ کس. اینجوریه، اشکال نداره. درست. تو بگذر. خب من دقیقا برعکس تو. از چیزایی که میگم بگذر نمیگذری متنفرم. ساکت شو.
بگذر دخترم بگذر لامصب. ملیکا از چیزای کوچیک بسیار ناراحت میشه. من نمیدونم چرا. خیلی چیزای کوچیک و بی ارزشی اون چیزایی که شما ناراحت میشید. کوچیک و بی ارزش نیست. از نظر مسعود همه چیزا اصلا مهم نیست. شاید مسعود خیلی گنده است. شاید مسعود خیلی بزرگواره. شاید مسعود خیلی اسطوره است. لجدراره، میدونی کاراش کلا لجدراره. همین صحبتی نداری؟ به نظر من هر کس که ازدواج میکنه به این فکر کرده که چه روزی مثلا کی بچه دار بشه و دوست داره که بچه دار بشه، قطعا که خانواده تشکیل میده. اما مثلا من قبلا یه جور فکر میکردم به این موضوع، الان یه جور دیگه فکر میکنم. اون موقع مثلا میگفتم خب ازدواج کردیم 2 سال بعدم بچه دار بشیم، همینجوری میگفتم بدون هیچ فکری و هیچ برنامه‌ریزی. ولی الان که اومدم تو زندگی و یک سری آدمای دور و برمو میبینم، میگم چه خوبه که آدم زمانی بچه دار بشه که بچه تو رفاه قرار میگیره، توی شرایط خیلی خوبی قرار میگیره. و الان من دوست دارم که بچه‌مون اون موقع به دنیا بیاد که مثلا همه شرایط بله که موقع شده. و اگه دقت کنید ملیکا مثل روز اوله، چون هیچ فکر من بهشون انتقال داده نشده. اینکه شما جوان باشید خوبه ها، ولی اینکه مثلا شما جوان باشی و بی پول باشی، بچه فردا نمیگه چه پدر مثلا جوونی دارم ماشاءالله که فقیره. درسته؟ میگه چه خوب که پدرم پول داره. پدر پولدار به درد میخوره، پدر جوان به چه درد میخوره؟ من نظرم اینه. صرفاً جوان. آره، ولی اگه پولدار و جوان باشه که خوبه. الان من تو اون شرایطم. خفه شو بابا. سال بعد 3 نفری ویدیو میگیریم. سپاس از لطفت. من نمیگم 100%، من میگم حداقل 80%. حداقل 80% به یه شرایطی آدم رسیده باشه که هم از نظر مالی هم از همه نظر، بیشتر مالی به یه سطحی رسیده باشه که دیگه خیالش راحت باشه. از نظر مالی اوکی میشه، همه شرایط همه چی اوکی میشه. از نظر اخلاقی درست میشه بچه، درسته، روحیه‌اش خوب میشه، افسرده نمیشه. حالا با این تفاصیل ما کی بچه دار میشیم؟ هر وقت اون شرایط نرسیدیم هنوز. نه دیگه فکر کنم تا 30 روز دیگه برسیم حداقل. عجیبه. اینجوری که من دارم رشد میکنم تو زندگی، میرم بالا. سوال بعد اول بگید چی جذب نکرد. ساکت شو. من مثلا نمیتونم این سوال جواب بدم. خب چون مثلا من هر چیزی که بگم این جنبهشو نداره، خودشیفته است، ول نمیکنه دیگه. اینقدر میخواد اینو بره بگه تکرار کنه تو خونه مغز آدمو. این پسر حالا نمیگم کیو منظورمه. این پسر اینقدر آقاست، اینقدر با شخصیته، اینقدر یعنی مثلا درجه 1. ولی حالا من یه چیز کوتاهی میگم که اولین باری که من مسعود دیدم سلام های باربی چیزی که منو جذب کرد این بود که مسعود خیلی با شخصیت جلوه می‌داد، با ادب و با شخصیت و هست کماکان همین. آره من صادقانه بگم من ایشون رو چهرهشون رو دوست داشتم. تمام شد. نه اخلاق برام مهم بود حقیقتش، جدی میگم. روز اول من چه می‌دونستم اخلاقشون چیه. اگر شما تو این خونه هستی خدا چهرته، به محض اینکه مریض بشه خدا نگهدار. آقایون کلا چهره رو میبینن جذب میشن. برای من اینجوری مهم بود. چهره همسرم رو دوست داشتم، اومدم خواستگاری. شاید خیلی باورتون نشه، بعد یه هفته فکر کنم اومدم خواستگاری. در این حد خوشم اومد. دوست دارم. به شدت موافقم. منم خیلی موافقم. خیلی همین الان بیا دور چیم. خدافظ. اگر دوری خودخواسته باشه مخالفم، ولی اگر اجباری باشه موافقم. عجیبه. حالا منظورم چیه؟ مثلا من رفتم مأموریت، به این دلیل دور شدیم. اون خوبه. خب احساس کنم خوب نیست. اینجوری که دارم میگم این که مثلا برم مأموریت و اجباراً دور باشم از خانواده که دلتنگی میاره قشنگه. ولی اینکه بگیم مثلا فردا تصمیم بگیریم حالا بریم 10 روز اصلا دور باشیم، این میشه عادت کم کم و زن و شوهر بدون هم بودن عادت میکنه و این خوب نیست. ولی اینکه مثلا آره یه وضعیتی پیش میاد مجبوریم، این قشنگتره اتفاقا. مثلا میگه من دلم برات تنگ شده، تا میگه منم دلم برات تنگ نشده. آره اینجوری میشه و زیباست. حالا نظر شما چیه؟ من نظر من اینه که مثلا خب آره با این موافقم. تمام شده. ولی نظر من اینه که با هم مخالف بودی. ولی مثلا نظر من اینه که اگه مثلا روزایی که خیلی سر کار آدم میره و خسته میشه و اینا، خوبه که مثلا یه روز توی مثلا یه ماه
یه روز از اون ماه رو مثلا بری خونه مامانت استراحت کنی و اینا، اینجوری خوبه به نظر من. آره اینجوری خوبه، انگار آدم استراحت میکنه، اون انرژیشو برمیگردونه. نه واقعا آره. اصلا ببین عشق و مثلا تو چی؟ عشق و علاقه فرق میکنه قبل از ازدواج و بعد از ازدواج. الان که آدم ازدواج میکنه میفهمه عشق یعنی چی، دوست داشتن یعنی چی. موافقی با من؟ برای چی شما موافقی اصلا؟ نباید با من موافق باشی تو موضوع. اینا تله بود. نه من تا قبل از مدیکا اصلا نمی‌دونم عشق یعنی چی. ساکت شو. نه جدی میگم عشق به این معنا نمیدونم یعنی چی. سریع یعنی سوال بگذارید تا دعوا نشده. اما 3 تا آرزوی خودم اینه که اولا که زندگی خودمون رو به یک رفاهی برسونم، به یه آرامشی که همسرم از کنار من بودن افتخار کنه به خودش، درسته؟ و به این زندگی افتخار کنه. این اولین خواسته بنده. 2 اینکه به آرزوهای درونی خودم برسم، به اون چیزهایی که دوست داشتم، مثل خوانندگی در بالاترین سطح ممکن. واقعا عجیبه. در بالاترین سطح ممکن. چرا میخندی؟ یعنی که واقعا نمیرسم هیچ وقت. پولدار باشم. 3 تا تمام شد. پولدار باشم. انت بغلط. پولدار باشم، اصلا غلط و درست مهم نیست، پولدار باشم. من یکی از آرزوام اینه که بله خانواده‌ام سلامت باشه. من به نظر من هر چیزی داشته باشی ولی یه مشکلی به وجود بیاد برات هیچ کدوم ارزش ندارم واقعا به نظر من. ساکت شو مسعود. بله داشتیم میگفتیم که بعد دومیش اینه که ساکت باش. بعد دومیش اینه که یه چیزی تو ذهنمه و دلم میخواد بهش برسم. مسعود تو رو خدا ساکت باش. من نمیگم. بله بفرمایید. بله. بعد که من میدونم چیه. آره ولی نمیتونم بگم. به اون برسم. انشالله میرسی. هرچی که در جستن آنی شاید براتون جالب باشه. آنی. آرزوی سومتون چی بوده؟ آرزوی سومی نداره. که همیشه کنار من بمونی. این سوال برای بنده هم خیلی مهمه، چه برسه برای شما دوستان عزیز. به نظر من خب آدم اون تایمی که قبل از اینکه ازدواج کنه یه چیزی تو ذهنش از ازدواج. مگه ازدواج کردی تو؟ این مبارک باشه. بله. یه چیزی تو ذهنش از ازدواج و وقتی که ازدواج میکنه و وارد اون زندگی 2 نفره میشه به نظر من واقعا یه چیز چه میدونم زمین تا آسمون فرق داره. خب و فرق میکنه واقعا با اون چیزی که تو ذهنته. ولی اینکه چقدر نزدیک باشه یا چقدر نزدیک باشه تقریبا به اون چیزی که تو ذهنت بوده، من 8 از 10 رو میدم. ممنون از محبتتون. و من همچون که زندگی فعلیم رو به نسبت زندگی گذشتم بیشتر دوست دارم، اجازه بدین که 12 از 10 رو به شما به این زندگی بدم. حقیقته. حالا یه بار از شما تعریف می‌کنید ببین اینجوری کنید. راضیم به رضایک، تسلیمم به امرک. الان خیلی از زندگی بیشتر از گذشته راضیم، حالم خوبه. چه غلطی می‌گردی؟ هیچی. گوشی دستمون بوده. قبل از ازدواج گوشی این دستمون بود، بعد از ازدواج گوشی این دستمون. فرقی نکرده. این گذشته ها به ما گیر میدادن بابت همین در گوشی لامصب، الان به ما گیر نمیدن. مثلا همینجوریه. چرا گیر نمیدن؟ تو افام محو میشه. چرا گیر نمیدن؟ چون ایشون هم همونه. ایشون هم اون ور خونه اینجوری نشسته. ما تو گوشی به هم پیام میدیم. ملیکا من غذا میخوام. ملیکا میگه ما غذا نداریم. همونجا ملیکا بلاک میشه. یعنی مسعودی اخلاق خوبی داره که اگه ما غذا نداشته باشیم اصلا نمیگه چرا غذا نداریم. اینجوری بس 4 روز سالو بگه. بعد کل سالو بشه بگه غذا نداریم. ملیکا غذا نداریم. یه خسته کننده میشه. درسته؟ یعنی ما به همین دلیل دارم میگم که این جنبه تعریف نداره همینه. ما یه مدتی از یوتیوب دور بودیم دیدیم که داریم سوء تغذیه میگیریم. گفتیم سریع برگردیم به سمت یوتیوب. دوستان عزیز ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. قطعا این ویدیو پارت های بعدی هم خواهد داشت. سوالات قشنگتون رو توی کامنت ها بنویسید که ما دفعه بعد از هم دیگه بپرسیم. مطمئن باشید که میپرسیم. بچه‌ها اگر ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که ویدیو رو حتما لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای خفن بعدی که در حال تدارکش هستیم از دست ندید. تا یه ویدیوی خفن دیگه، خدا نگهدارتون. علی یارتون.